مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نشست خبری خود افزود توزیع روزانه بالغ بر 24 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در 8 کلانتر کشور گامی مهم برای بهبود کیفیت هوا و سلامتی شهروندان است. وقت بنزین تموم شدن نبود. آقا برو دیگه. ای بابا چی کار میکنی؟ حرکت کن دیگه، برو دیگه. آقا چرا پیاده نمیشی بنزین بزنی؟ معطل شما هستیم ما. ببخشید خیلی منتظر موندیم. پیاده شدن برام خیلی سخته. منتظرم اپراتور برام بنزین بزنه. ببخشید.